0 تا 100 بافت مرمر رو در کمتر از 10 دقیقه بهت یاد میدم. ویدیو رو لایک کن و همراه هم باش. بریم برای ساخت تکنیک مرمر که میتونید برای ظروف رزینی از این تکنیک استفاده بکنید. حتی میتونید بهش فرم بدین و به عنوان یه شیرینی خوری ازش استفاده کنید. در ابتدا میام تمام رزینی که دارم، توجه داشته باشین که من از قبل رزین و هاردنر رو با هم دیگه ترکیب کردم. میام به کل این ترکیب رنگ سفید خمیری رو اضافه میکنم. بهتره که شما هم برای این تکنیک از رنگ‌های خمیری استفاده بکنید و همینطور که دیدین این میزان سفید رو برداشتم و اینا رو با هم دیگه به خوبی ترکیب کردم. پس از اینکه من رنگ سفیدم رو درست کردم، میام مقدار کمی از این رنگ سفید رو داخل یه لیوان دیگه میریزم، چون میخوام یه ترکیب رنگ انجام بدم. دوستان شما به خوبی میتونین با داشتن 3-4 تا رنگ ترکیب رنگ انجام بدین. پس بهتره که برای اول کارتون خیلی هزینه نکنین، خیلی پول به رنگ‌های مختلف ندین و خودتون ترکیب رنگ انجام بدین. منم اینجا پس از اینکه این میزان رنگ سفید رو ریختم داخل لیوانم، اومدم به ساخت یه ترکیب رنگ جذاب و بسیار آسون. همونطور که میدونین با ترکیب رنگ مشکی و سفید شما میتونید یه خاکستری خیلی فوق‌العاده بسازین. بنابراین اومدم به این میزان سفید مقدار خیلی کمی مشکی اضافه کردم. از اونجایی که رنگ‌های خمیری پوشانندگی بسیار بالایی دارن، جهت ترکیب رنگ شما ابتدا بیاین به اندازه 1 نقطه فقط رنگ اضافه بکنید. اگر رنگش به دلتون نشست بعدش بیشتر اضافه کنین، ولی اگر از همون ابتدا بیاین خیلی زیاد رنگ اضافه کنین، به دلیل پوشانندگی بسیار بالا رزین شما سریعا رنگ میگیره و ممکنه اون رنگی که شما میخواید نشه. پس به این نکته توجه داشته باشین. جهت ترکیب 2 تا رنگ خمیری با هم دیگه نقطه نقطه باید رنگ اضافه کنید. خب من مشکی رو به سفید اضافه کردم، ترکیبشون کردم و همینطور که می‌بینید این خاکستری فوق‌العاده به من تحویل داد. خب یه نکته‌ای که وجود داره اینه که همیشه قبل از کار با قالب سیلیکونی حتما باید قالبتون رو تمیز کنین، که من اینجا با استفاده از یه چسب نواری این کارو کردم و پرزهای قالب رو از بین بردم. سپس میام رنگ های سفیدم رو کاملا داخل قالبم خالی میکنم و فقط یه مقدار خیلی کم داخل ظرفم رنگ سفید نگه میدارم. حالا شما در این مرحله باید بیاین حبابگیری رو حتما به 1 الی 2 مرتبه انجام بدید و سپس به این رنگ خاکستری رو اضافه کنید. خب ببینید دوستان، این تکنیکش قاعده و نظم خاصی نداره. شما میتونید به صورت خیلی نامنظم این رنگ‌های خاکستری رو به صورت خطی با استفاده از یک قاشق پلاستیکی روی سطح کارتون ایجاد بکنین. دقیقاً به این حالتی که میبینین چند تا خطوط نامنظم من ایجاد میکنم. شما اگر که کارهای خلوت رو میپسندین به همین چند تا خطوط اکتفا کنین، ولی اگه میخواین طرحتون شلوغ باشه خب خطوط بیشتری رو روی سطح کارتون ایجاد کنید. این کار رو تا جایی باید انجام بدین که خودتون کارتون رو بپسندین. دارم میگم قانون خاصی نداره، قاعده خاصی نداره. به صورت نامنظم میتونین رنگ ها رو به اون حالتی که خواستید بریزید. بهتره برای اینکه کارتون طبیعی تر جلوه کنه طبیعتا یه خط صاف نیاین بکشین، یه ذره دستتون رو حالت بدین و این خط ها منحنی تر بشه. سپس برای اینکه رنگ هایی که ریختین از حالت خطی بودن در بیاد و یه ذره محو بشه، با یه سشوار یک مقدار کمی روش رو حرارت بدین. انگار یه مقدار روی کارتون رو سشوار بگیرین به اندازه خیلی کم. اگه خیلی زیاد سشوار بگیرین یا سشوار روی درجه بالا باشه این رنگ ها کلا پخش میشه. حالا اینایی که بهتون توضیح دادم و من انجام میدم روی کارم تا جایی که به رضایت کامل از کارم برسم. البته اینجا برای زیبایی بیشتر اومدم از یک خاکستری یه درجه پررنگتر استفاده کردم روی همون خطوط قبلی که یه ذره زیباتر بشه و برای این خاکستری بیشتر اومدم به همون رنگ قبلی یه نقطه دیگه مشکی خمیری استفاده کردم و این مراحل رو اجرا کردم تا به اون بافت نهایی برسم.
خب من اینجا سرعت ویدیو رو تند کردم چون دیگه توضیح خاص دیگری نداشت، فقط خواستم که شما فرایند کار رو مشاهده کنید. خب ببینیم بعد از اینکه من بافتم تمام شد و حباب گیری رو هم انجام دادم، توجه داشته باشین که شما یه بار وقتی که رنگ سفید رو می‌ریزین بعد حباب گیری کنین، یه بار وقتی که کلا کارتون به اتمام میرسه حباب گیری رو انجام بدین. خب حالا من برای جلوه بیشتر اومدم با استفاده از یه خلال دندون و همینطور پیگمنت نقره‌ای یه سری خطوط خیلی نازکی رو هم روی بیسم اجرا کردم. توجه داشته باشین که هر چقدر خطوط شما نازکتر اجرا بشه، کار شما بازرافت‌تر و خیلی زیباتر جلوه میکنه. بنابراین این کار رو با تمرکز انجام بدین. اگرم بلد نیستین قبلش 1-2 بار تمرین کنین، دستتون میاد. در واقع ما به این کار میگیم ایجاد رگه روی کارمون که در رزین خیلی کار پرطرفداری هست و اکثرا ظروف‌های رزینی پر از رگه‌های جذاب هستن. راستی اگر میخواین تکنیک‌های بیشتری رو برای قالب‌های سیلیکونی یاد بگیرین که اجرا کنین، کافیه ویدئویی که این بالا براتون گذاشتم رو نگاه کنید.